درود بر همگی، وقتتون هم بخیر باشه. خاصیت کلور در استخرها چه تأثیری برای مو داره؟ کاربرد کلور به دلیل که اکسید کنندگی و همینطور سفید کنندگی بالایی که داره باعث میشه از بین ببره میکروارگانیسم ها رو. گاز کلور به شکل‌های مختلفی وارد عرصه بازار شده به نام گاز کلور، هیپوکلورید کلسیم، هیپوکلورید سدیم، هیپوکلورید پتاسیم وجود داره. کاربرد کلور به این صورت هستش که از بین میبره مواد عالی نیتروژن دار، همینطور هیدروژن سولفیدها و کنترل میکنه لجنها و جلبک ها رو و کنترل میکنه بوی آب استخر رو. کلور به دلیل خاصیت خورندگی بالایی داره و همینطور اکسید کنندگی بالایی که داره باعث میشه روی مو بشینه، پروتئین مو رو از بین ببره و مو با حالت خشکی و همینطور نازک شدن مو برسه و مستعد موخوره هم میشه. حالا اینو شما به ما بگید که چیکار میتونیم کنیم داخل استخر بریم که موهای ما آسیب نبینه. زیر این پست برام کامنت بذار که چه کاری میتونیم انجام بدیم که داخل استخر بریم که باعث خشکی و همینطور نازک شدن مو نشه.